از اصل ضرب ببینیم و با هم چند تا پرسش حل کنیم. شما فرض کن من میخوام لباس بپوشم، باید یه پیرهن بپوشم و یه شلوار، درسته؟ حالا مسئله‌مو محدود به همین دو حالت میکنم. میگه که اگر شما به 4 حالت بتونی پیرهن بپوشی، پیرهن سفید، سیاه، آبی و مثلا زرشکی، و 3 تا شلوار داشته باشی، بتونی 3 تا شلوار رو به صورت مستقل از پیرهنا بپوشی. مستقل یعنی چی؟ یعنی این که شما هر پیرهنی اون 4 تا رو پوشیدی باز هم بتونی همه اون 3 تا شلوارها رو بپوشی. یعنی اگر من پیرهن سفید رو پوشیدم 3 تا گزینه بر شلوار داشته باشم، مشکی رو پوشیدم 3 تا گزینه بر شلوار، آبی و زرشکی هم همینطور. این مفهوم مستقل بودن 2 تا مرحله است. میگه در این صورت شما 3 ضرب در 4 یعنی 12 حالت برای انجام دادن اون کارت یعنی لباس پوشیدنت خواهی داشت. متن رو با هم بخونیم. میگه اگر انجام کاری را بتوان به کا مرحله مستقل، پس این مرحله مستقل رو براتون توضیح دادم، تجزیه کرد به طوری که شمار یا همون تعداد روش انجام بخش نخست برابر n1، شمار روش انجام بخش دوم برابر n2 و همینطور شمار روش انجام بخش کام برابر n باشه، آنگاه شمار روش های انجام کل کار برابر حاصل ضرب این هاست. این میشه اصل ضرب ما. پس تو اصل ضرب ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم و باید بیاییم به مراحل مستقل از هم بخش بندیش کنیم، روش های انجام هر کار رو پیدا کنیم و اینا رو تو هم ضرب کنیم. گرچه بچه ها فکر نکنید برای همه مسئله ها چنین کاری شدنی یا ساده سا، شاید برخی مسئله ها رو نشه به مراحل مستقل تقسیم بندی کرد. فعلا با مسئله های خیلی ساده میخوایم کار رو آغاز کنیم. خب ببینید بچه ها، پرسش 1 میگه که به چند روش میتوان یک مهره رخ سیاه و یک مهره رخ سفید را طوری در صفحه شطرنج قرار داد که همدیگر را تهدید کنند. خب امیدوارم بدونی که رخ چطور تهدید میکنه. اگر برای مثال من اینجا یه مهره رخ داشته باشم، رخ مشکی رنگ، این مهره رخ مشکی رنگ بچه ها همه خانه های همسطر و همستون خودش رو تهدید میکنه، یعنی اینایی که اینجا برات علامت زدم. درست شد؟ خب من اول میخوام بیام مراحلم رو تقسیم کنم. مرحله 1 رو میگم گذاشتن رخ سیاه روی صفحه. خب به چند روش میشه این کار انجام؟ واضحه دیگه، 64 تا خونه داری، رخ سیاه تو هر جایی دوست داشته باشی میشه قرار داد. پس مرحله 1 یا گذاشتن رخ سیاه 64 حالت داره. مرحله 2 چی بچه ها؟ یعنی گذاشتن رخ سفید جوری که رخ سیاه رو تهدید کنه. خب بیگمان باید توی یکی از این 14 تا خونه‌ای که هم سطر یا هم ستونش هم باشه دیگه، یعنی توی این 7 یا توی این 7. پس تعداد روش‌های انجام مرحله دوم 14 است. حالا باید مطمئن شیم که اینا از هم مستقلن. یعنی من رخ مشکی رو چه اینجا بذارم، چه اینجا بذارم، چه هر جای دیگه بذارم، آیا حتما 14 تا خونه رو تهدید میکنه؟ پاسخ بله است. چرا؟ چون 7 تا خونه هم سطر و 7 تا خونه هم ستونش رو تهدید میکنه. پس طبق اصل ضرب ما 64 ضرب در 14 حالت برای قرار دادن 2 تا رخ جوری که همدیگر رو تهدید کنند داریم. پرسش دوممون یه کوچولو دشوارتره. نگاه کنید. میگه در صفحه شطرنج، همون صفحه قبلی 8 در 8 که 64 تا خانه داره، چند مستطیل با طول ضلع‌های 2 3 وجود داره. بچه‌ها وقتی میگه چند مستطیل با طول ضلع‌های 2 3 یعنی هم مستطیل‌های 2 در 3 رو میپذیره، هم مستطیل‌های 3 در 2. اینم درون پرانتز از من داشته باشید بچه‌ها، توی ریاضی مرسومه که ابتدا
شمار سطرها رو میگن، سپس شمار ستونها رو. اینو تو ذهنتون داشته باشید. 2 در 3 یعنی این 2 سطر 3 ستون. 3 در 2 یعنی این یکی 3 تا سطر 2 تا ستون. حالا مسئله از ما میخواد ببینه چند تا از این شکل‌ها توی این مستطیل 8 در 8 وجود داره. خب من دوباره میام برای اینکه از اصل ضرب استفاده کنم 2 مرحله بر خودم تعریف میکنم. مرحله 1 انتخاب ضلع‌های عمودی. خب بچه‌ها من اینجا کلا 9 تا پاره خط عمودی موازی هم دارم دیگه. وقتی میخوام مستطیل های 2 در 3 رو بشمارم، الان میخوام اینا رو بشمارم. وقتی میخوام مستطیل های 2 در 3 رو بشمارم باید 2 تا ضلع عمودی انتخاب کنم که 3 واحد با هم فاصله داشته باشن. درسته؟ خب یه حالت اینه که این 2 تا ضلع عمودی این چپ ترینه از اینجا اگه شماره گذاری کنم و 3 تا سمت راستش باشه، یعنی خطهای عمودی شماره 1 و شماره 4. یه حالت اینه برای انتخاب خطهای عمودی. یه حالت اینه یعنی شماره 2 و 5. یه حالت اینه 3 تا 4 تا 5 تا و 6 تا. پس من به 6 روش می توانم 2 تا خط عمودی که با هم 3 واحد اختلاف دارن رو انتخاب کنم. مرحله اول 6 حالت. مرحله دوم میخوام 2 تا خط افقی رو انتخاب کنم که با هم 2 واحد فاصله دارن. یکی این حالته 2 3 4 5 6 و 7. به 7 حالت هم میتونم 2 تا خط افقی انتخاب کنم که با هم 2 واحد اختلاف دارن. پس خیلی ساده بر اساس اصل ضرب میفهمم که 42 تا مستطیل 2 در 3 دارم. واضحه، آشکاره که 42 تا مستطیل 3 در 2 دارم. پس پاسخ این مسئله میشه 42 ضرب در 2 برابر با 84. بچه اصل ضرب بسیار مفهوم سادهیه ولی بسیار بسیار مفهوم راهگشاییه و تنها راه توانمندی و چیرگی برای استفاده از اونم تمرینه. واقعا هیچ دستور و هیچ فرمولی وجود نداره که اگر داشت من به شما میگفتم. هر چقدر تمرین بیشتری حل کنید توانایی حل مسئله‌تون بالاتر میره. پرسش شماره 3 میگه به چند روش میتوان یک مهره اسب سفید و یک مهره اسب سیاه را طوری در صفحه شطرنج گذاشت که همدیگر را تهدید کنند. شبیه پرسش شماره 1 ولی این بار به جای 2 تا رخ 2 تا اسب بهمون داده. خب بچه من اگر اسب مشکیم رو اینجا بذارم، همونطور که از حرکت اسب‌های شطرنج آگاهی دارید، این اسب مشکی این خونه ها رو میتونه تهدید کنه. درسته؟ حالا جالبه بچه ها، شما هر کدوم از اینها رو در نظر بگیرید با این اسب مشکی تشکیل یه مستطیل 3 در 2 میده. میدونید چی میخوام بگم؟ حرفم حرف جالبیه. میخوام بگم که اگر 2 اسب سفید و سیاه بخوان همدیگر رو در صفحه شطرنج تهدید کنن، حتما باید 2 رأس روبروی یه مستطیل 2 در 3 رو بپوشونن. حالا چه 2 در 3 چه مانند این 3 در 2. درست شد؟ این میبینید؟ تو پرسش قبلی فهمیدیم که صفحه ما 84 تا مستطیل 3 در 2 یا 2 در 3 داره. یکیشو من اینجا میکشم. حالا هر کدوم رو شما در نظر بگیرید، من اسب سیاه رو میتونم اینجا بذارم، سفید رو اینجا بذارم، یا سیاه رو اینجا بذارم، سفید رو اینجا بذارم، یا 2 حالت دیگه،
سیاه اینجا باشه، سفید اینجا باشه و حالت چهارم سیاه اینجا باشه، سفید اینجا باشه. به عبارت دیگه دارم بهتون میگم به ازای هر مستطیل 3/2 یا 2/3 دو تا اسب 4 جور میتونن همدیگر رو تهدید کنن. پس پاسخ این مسئله میشه 84 ضرب در 4 که حالا دیگه خودتون حساب کتاب کنید چقدر میشه. یه 320 تا و یه 16 تا فکر میکنم 336 تا میشه اگه اشتباه نکرده باشم. تمرین رو حل کنید، بیایید ادامه این ویدیو رو ببینید. که تمرین رو تونسته باشید حل کنید، با هم بریم پرسش 4 رو حل کنیم. تو پرسش 4 میگه با رقم‌های 1 تا 7 چند عدد 3 رقمی بدون رقم‌های تکراری میتوان نوشت به طوری که این ویژگی ها رو داشته باشه. تو بخش الف برامون محدودیتی نذاشته، در واقع ازمون خواسته که با استفاده از رقم‌های 1 تا 7 چند تا عدد 3 رقمی میتونیم بنویسیم که رقم هامون هر سه با دیگری نابرابر باشه. اصطلاحاً تو ریاضی میگن 2 به 2 متمایز باشن. خب بریم ببینیم چی کار میشه کرد. بچه‌ها چون من میخوام از اصل ضرب استفاده کنم، میام ساخت عدد 3 رقمی رو به 3 بخش یا 3 مرحله بخش بندیش میکنم. ساخت یکان، ساخت دهگان و ساخت صدگان. درست شد؟ خب فرقی هم نمیکنه از کدوم شروع کنم. بریم سراغ صدگان. بچه‌ها اگر من بخوام یه صدگان با ویژگی هایی که این پرسش داره بسازم، به چند روش میتونم این کار رو انجام بدم؟ یا باید 1 بذارم یا 2 یا 3 تا 7 دیگه. به 7 روش میتونم این کار رو انجام بدم. درسته؟ برای ساخت و انجام مرحله دوممون، یعنی مشخص کردن دهگان، چند تا انتخاب دارم. با توجه به اینکه عدد دهگانم نباید برابر با عدد صدگان باشه، به 6 حالت میشه این کار رو انجام داد. درسته؟ بذارید بیشتر توضیح بدم. یعنی اگر شما صدگانتون رو 1 گذاشته باشید، دهگانتون میتونه 2 3 4 5 6 یا 7 باشه، یعنی 6 تا انتخاب. اگر صدگانتون رو 2 گذاشته باشید، حالا دهگانتون یه مقدار انتخاباش متفاوت میشه، یعنی باید 1 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 بذاری. ولی اون چیزی که یکسانه و تغییر نمیکنه اینه که همچنان تعداد روش‌های انتخاب دهگان 6 تاست و مستقل از صدگان و دهگان برای ساخت یکان شما 5 تا حالت داری، چون به هر حال یه عدد گذاشتی تو صدگان و یه عدد گذاشتی دهگان. مهمم نیست اصلا کدوم. برای ساخت یکان الان 5 گزینه داری که میتونی استفاده کنی. پس من بر اساس اصل ضربم اومدم ساخت عدد 3 رقمی رو به 3 مرحله تقسیم کردم، شمار حالتهای انجامش رو نوشتم و حواسم هم بود که ببینم اینها مستقل از هم هستن یا نه، که دیدم هستن. یعنی شما هر عددی رو بذاری تو صدگان، دهگان 6 انتخاب داره و هر عددی رو بذاری تو دهگان، یکان 5 انتخاب داره. این ساده ترین بخش ماجرا. بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم میگه بچه‌ها میخوام همین مسئله رو حل کنی ولی با یه شرط دیگه، یه شرط افزوده. اون شرط افزوده چیه؟ اینه که همه عدد 3 رقمی ها رو نمیخوام، زوجاشو میخوام. یعنی این یکانم باید زوج باشه. بچه‌ها یادتون باشه اگر مسئله‌تون شرط داشت حتما از بخشی آغاز کنید که شرط داره. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که اگر من بیام اول صدگان رو انتخاب کنم بنویسم 7 حالت، بعد دهگان رو انتخاب کنم 6 حالت، اینجا برای انتخاب یکان به مشکل میخورم،
چون نمیدونم که چه ارقامی توی دهگان و صدگان به کار رفته و چند تا از رقم‌های باقی مانده زوجه. فرض کنید اینجا 2 و 4 به کار رفته باشه. الان برای یکان شما یه انتخاب بیشتر نداری، اونم 6. ولی اگر اینجا به جای 2 تا عدد زوج 2 تا عدد فرد گذاشته باشی، برای مثال 5 و 3، اون موقع دیگه یکانت یه انتخاب نداره، 3 تا انتخاب داره. هم میتونه 2 باشه، هم میتونه 4 باشه، هم میتونه 6 باشه. درست شد؟ ولی اگر بیای اصل ضربت رو با یکان آغاز کنی، خب میگی من 3 حالت برای گذاشتن یه عدد زوج تو یکان دارم. دهگان و صدگان مشکلی ندارن، شرطی ندارن، هر عددی براشون باقی مونده باشه مطلوبه. اون موقع میگم که خب یکی از این رقم‌های 1 تا 7 رفت، چند تا دیگه مونده؟ 6 تا. هر کدوم هم میشه تو دهگان گذاشت. پس دهگان هم 6 تا انتخاب داره و چون 2 تا رقم رفته 5 تا مونده و هر 5 تایی میشه تو صدگان گذاشت، صدگان هم 5 انتخاب داره. پس تعداد اعداد 3 رقمی با این ویژگی ها که زوج باشن میشه 5 ضرب در 6 ضرب در 3 یا 90 تا. درسته بچه ها؟ اینم اگه اشتباه نکنم 30 ضرب در 7 میشه 210. حالا بخش پ رو ببینید، 2 جور میخوام براتون حل کنم. یکی این که بگم با استفاده از الف و ب به سادگی میتونی از پس ب بر بیای. چرا؟ تو الف ما فهمیدیم 210 تا عدد با این ویژگی داریم، تو ب فهمیدیم 90 تاش زوجه. خب پس چند تاش فرده؟ به سادگی میتونی بگی 210 منهای 90 120 تاش زوج. این یه روشه که تو پایه هفتم بهش میگفتن حذف حالتهای نامطلوب. یه ذره دقیق‌تر و حرفه‌ای‌ترش میشه روش متمم. یعنی ما اگر مجموعه مرجعمون رو اون 210 تا عدد بگیریم و مجموعه ب رو مجموعه آ بگیریم، یعنی اعداد زوج رو مجموعه آ بگیریم، خب مجموعه بخش پ میشه متمم مجموعه بخش ب. به سادگی به دست میاد. حالا میخوام براتون مستقلاً هم بخش پ رو حل کنم. خب میگم 3 تا جایگاه در نظر میگیرم برای یکان و دهگان و صدگان. پس این روش دوم بخش پ، این یکان، این دهگان، اینم صدگان. درسته بچه ها؟ دوباره اینجا هم مانند بخش قبلی محدودیت هم برای یکانه، باید حتما یه عدد فرد باشه، یعنی یا باید 1 باشه یا 3 یا 5 یا 7. 4 تا انتخاب داریم. یکی از این 7 عدد به هر حال نوشته شده، چه 1 رو بنویسی، چه 3 و چه 5 و چه 7، یکیش انتخاب شده دیگه. از اون 7 6 تا میمونه که هر 6 تاش برای دهگان مطلوبه و برای صدگان هم با نوشتن یکان و دهگان 5 انتخاب میمونه. پس بخش پ میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 4 که به سادگی برابر 120 تا به دست میاد. ت میگه چند تا از این عددها مضرب 5ان. فکر میکنم خیلی تفاوتی با بخش‌های ب و پ نداره. باید حواسم باشه که تنها محدودیتم برای یکانه و یکانم یه حالت بیشتر نداره، اونم اینی که رقم 5 رو قرار بدم. خب پس 5 استفاده شد. الان شما 6 تا رقم دیگه داری، میتونی برای دهگان 6 حالت در نظر بگیری، برای صدگان 5 تا یا برعکس، برای صدگان 6 تا برای دهگان 5 تا. هیچ فرقی نمیکنه چون هیچ کدومشون شرط ویژه‌ای ندارن که حاصل ضربم میشه 30 تا. پس از این 210 تا عدد 30 تاش بر 5 بخش پذیرن. ممکن بود ازت بپرسه چند تاش بر 5 بخش پذیر نیستن، میمدی اونهایی که بر 5 بخش پذیرن رو پیدا میکردی. 210 منهای 30 میشد 180، گرچه اون رو هم میشد به طور مستقل به دست آورد. واپسین بخشمون بخش 3 میگه چند تا از این عددها رقمهایشان یک در میان زوج و فردن. خب یکی این که باید حواست باشه خودش 2 دست است، یعنی فرد
زوج فرد مطلوب منه و زوج فرد زوج هم مطلوب منه. خب فرد زوج فرد، اینجا باید یه رقم فرد بذارم. از این 7 تا بچه‌ها چند تاش فرده؟ 1 3 5 7 4 تاش فرده دیگه. یکی از اون 4 تا رو میذارم اینجا. اینجا باید یه عدد زوج باشه، یا 2 یا 4 یا 6. میشه 3 تا گزینه. خب یکان باید فرد باشه، ولی یکی از فردها رو تو صدگان به کار بردم، پس از اون 4 تا یکی کم میشه، 3 تا اینجا به دست میاد. 4 ضرب در 3 ضرب در 3 برابر میشه با 36 تا. زوج فرد زوج ها رو ببینم. 4 تا رقم زوج دارم، یکی رو میذارم تو صدگان. 3 تا رقم زوج دارم، پوزش میخوام. 4 تا رقم فرد دارم که یکیشو میذارم توی دهگان. از 3 تا رقم زوجم یکی تو صدگان به کار رفته، 2 تاش باقی مانده که اینا رو اگر تو هم ضرب کنم پاسخم میشه 24. پس تعداد عددهایی که ویژگی بخش 3 رو دارن میشه 36 به اضافه 24 یا 60 حالت. بچه اصل ضرب دوباره تکرار میکنم که بسیار بسیار پرکار برده. تلاش کنید بکوشید که خوب یاد بگیرید. راه حلش هم اینه که تا میتونید ازش تمرین حل کنید. یه تمرین هم الان توی این ویدیو من براتون گذاشتم، اون رو هم حل کنید. امیدوارم که توی این جلسه از زمانتون بهینه استفاده کرده باشم. خدا نگهدار.